الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظیم. بینندگان نهایت محترم و مکرم، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما ارجمندان هستم در قسمت 115 احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام رکن سومی از ارکان اسلام که زکات است، در مورد احکامی از او خواهد بود که در چند قسمتی گذشته در مورد تعریف زکات و حکم زکات و حکمت از مشروعیت زکات و فضائل زکات و همچنین اصناف یا اقسام و کسایی که زکات بر آنها داده می شود، اینها را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودم. و در این قسمتی از برنامه در مورد شروط زکات که شروط زکات چی هست، بر صاحب مال کدام چیزها شرط است و همچنین بر خود مالی که زکات از او داده می شود چی چیز شرط است، و در مورد اصناف یا انواع اموالی که در او زکات واجب هست که صنف اولی از او اصناف زکات ذهب و فضه است، طلا و نقره است، یا اموال تجارتی یا اموال نقدی که قائم مقام طلا و نقره است در بین مردم و با او تعامل صورت میگیرد در بیع و شراء. این مسائل را در این قسمتی از برنامه در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان میکنم. در مورد شروط زکات، اولا برای کسی که زکات میدهد دو چیز شرط است: اول اسلام و دوم حریت و آزادی. و اسلام در قبولی تمام تکالیف شریعت اسلامی شرط است. هیچ تکلیفی از تکالیف شریعت اسلامی، از حکمی از احکام شریعت اسلامی از انسان پذیرفته نمی شود تا که او اسلام نآورد، تا که او ایمان نآورد. پس آوردن اسلام، قبول کردن اسلام، داخل شدن در اسلام شرط اساسی از شروط قبولی تکالیف شرعی است که از او جمله و تکالیف زکات هم است. و زکات کسی که در اسلام داخل نشده کافر هست، اگر زکات میدهد در آخرت به دردی از او نمیخورد و هیچ فایده برای از او ندارد. و چون الله متعال می فرماید که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و رسوله، آنچه که از قبولی مانع قبولی نفقات و زکات و صدقات از او را شده است این است که انهم كفروا بالله و رسوله، آنها کافر بودن به الله و رسولش. پس کفر مانع قبول زکات و صدقات است و شرط قبولی زکات و صدقات اسلام است که انسان باید اول مسلمان بوده باشد، این شرط اول است. و شرط دوم حریت و آزادی است. پس کسی که عبد و غلام بوده باشد زکات بر بالای از او نیست. اصلا اگرچه صاحب مال بوده باشد زکات بر بالای از او نیست، چون خودی از او مال گفته می شود. خود عبد مال است برای سید و برای آقایش. و اما در مالی که زکاتی از او پرداخته می شود در او 4 شرط است. شرط اول چمیست که باید او از جمله اصنافی بوده باشد که در او زکات واجب بوده باشد، از جمله اقسام و انواع مالی بوده باشد که زکات در او واجب بوده باشد، مثل طلا و نقره و مواشی و همچنین حبوبی که در عشر زکات است. اما اموالی که در او زکات واجب نیست، مانند اموالی که انسان استخدام میکند، خانه و ماشین و کالایی که او میپوشد
و همچنین مرکوباتی که او سوار می شود در اینها زکات نیست و اینا اموالی است که در او زکات واجب نمی شود. پس شرط اول هم است که از جمله اموالی بوده باشد که در او مال زکات واجب بوده باشد، از جمله اصناف بوده باشد که در او زکات واجب باشد. و شرط دومش هم است که نصاب شرعی را کامل کند و مال به نصاب شرعی که ما او را بیان میکنیم در روشنایی حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و به اون نصاب رسیده باشد. و شرط سومش است که به یک سالی بر بالای از او بگذرد، شخص نصاب را تکمیل کند، نصاب شرعی را، و بعد از اینکه تکمیل کرد یک سال بر بالای از او بگذرد، بعد از او بر او زکات واجب می شود. و شرط چهارمش هم است که مال باید در ملکیت صاحبش بوده باشد. وقتی که مال در ملکیت صاحبش نباشد بر بالای از او زکات واجب نیست. نمیتواند کسی که مالی که در ملکیتش نیست در ملکیت کسی دیگه است از او زکات بدهد، الا اینکه اگر شخصی او را توکیل میکند، وکیل خود در دادن زکات میگرداند، پس او از مال کسی دیگه هم زکات داده میتواند. این بود در مورد شروط زکات. اما در مورد اصناف اموالی که در او زکات داده می شود، انواع مال هایی که در او زکات داده می شود، اولا صنف اول یا نوع اول از انواع اموالی که در او زکات داده می شود زکات طلا و نقره است که نقدین گفته می شود او را، و اساس تعامل مردم در قدیم بنابراین دو چیز بوده که طلا و نقره بوده، و الان هم اساس تعاملات مردم بنا به عملات یا پیسه هایی است که اساسی از اونها طلا و نقره است، و هر دولت از خود عمله و پیسه دارد که ریال است یا دلار است یا درهم است و یا افغانی هست و یا تومان هست. هر پیسه که است اساسش طلا و نقره است. پس صنف اولی از اصناف اموالی که در او زکات واجب است، زکات از او باید داده شود، طلا و نقره است. در مورد طلا و نقره احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که دادن این صنف از اصناف اموال که طلا و نقره است، دادن زکاتی از اینها بر بالای انسان مسلمان واجب است. و حدیث آمده که نصابی از اینها را تعیین کرده که وقتی که به این نصاب برسد باید زکات آنها داده شود. از جمله این حدیث است که امام ابو داود رحمت الله علیه را روایت میکنه از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رحمت الله علیه رضی الله عنه، و امام البانی رحمت الله علیه را تصحیح میکنه و عده علما درجه از او را به درجه حسن میرسانند. حدیثی که امام علی رضی الله عنه روایت میکنه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند: اذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وقتی که تو دارای 200 درهم بوده باشی، وقتی که تو دارای 200 درهم بوده باشی و یک سالی بر بالای از او هم بگذرد، بر بالای تو دادن 5 درهم واجب و ضروری میگردد. اینجا نصاب زکات درهم تعیین شده که نصابش 200 درهم است و شرط شمیست که یک سال بر بالای از او بگذرد. وقتی که کسی که 200 درهم داشت و یک سال بر بالای از او گذشت، بر بالای از او 5 درهم زکات واجب می شود. یعنی از 40 درهم 1 درهم باید بدهد که او را در نصاب شرعی ربع العشر گفته می شود، یعنی چهارم حصه از 10 ربع 1 درهم، از 10 درهم ربع 1 درهم که ربع العشر را گفته می شود، و از 100 درهم 2.5 درهم که از 500 درهم، از 200 درهم 500 درهم می شود. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دینارا. و در مورد دینار که او طلا هست فرمودن که هیچ چیزی بر بالای تو واجب نیست تا که نصاب طلای تو به 20 درهم برسد. وقتی که نصاب طلایی که نزدیک هست نصابش به 20 درهم رسید، باز بر بالای تو زکات واجب می شود. و حال علیها الحول ففیها نصف دینار. وقتی که 20 دینار داشتی و یک سال هم بر بالای از او گذشت، بر بالای تو نصف دینار زکات واجب می شود. فما زاد فبحساب ذلك. از این 20 درهم 20 دینار و یا 200 درهم هر چی که زیاد شد حسابش کرده می شود و مو حساب ربع عشر زکات اینها داده می شود. وليس في مال زکات حتى يحول عليها الحول.
و در هیچ مال زکاتی واجب نمی شود مگر اینکه یک سالی بر بالای از او بگذرد. وقتی که تو مثلا در ابتدای محرم دارای 200 درهم شدی یا 20 دینار شدی، تا که محرم سال آینده نمی آید بر بالای تو زکات واجب نیست. وقتی که یک سال بر بالای این مال گذشت و بعد از او زکاتی از او بر بالای تو واجب می گردد. این حدیث شریف که امام علی بن ابی طالب و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکند، اولا دلالت کننده بر این است که طلا و نقره از جمله اموال است که دادن زکات آنها واجب است. همچنانه که بر این امر این فرموده الله متعال که قبلا خدمت شما تلاوت کردم که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. این آیه کریمه آیه 34 سوره توبه بر این دلالت میکند که الله متعال میفرماید کسایی که طلا و نقره را کنز میکنن، جمع میکنن و زکاتی از او را نمیدهند، فبشرهم بعذاب علیم، تو آنها را بشارت به عذاب دردناک بده که آنها زکات طلا و نقره خود را نمیدهند. این کار موجب عظیم می شود که مستحق عذاب جهنم شوند، عذاب دردناک شوند. و همچنین حدیث دیگری امام بخاری رحمت الله علیه و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما الا جعلت له يوم القيامة صفائح و احمی علیه. هیچ صاحب طلا و نقره نیست که کسی که دارای طلا و نقره دارد و زکات آنها را نمیدهد و حق الله متعال را نمیدهد، ولا یؤدی حقهم، حق این طلا و نقره که زکات از او را نمیدهد، الا جعلت له یوم القیامة صفائح. این طلا و نقره که این در دنیا داشته در روز قیامت به شکل دربه های ساخته می شود و توسط این دربه ها این شخص داغ کرده می شود. همچنانه که در آیه بعدی آیه 35 سوره توبه آمده یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. در روز قیامت این کسانی که طلا و نقره را در دنیا جمع کردن و زکات آنها را ندادن، توسط این طلا و نقره توسط اینها پشتهای از اونها و پیشانی های از اونها و پهلوهای از اونها داغ کرده می شود و گفته می شود که ذوقوا ما کنتم تکنزون. این آن چیزی که شما در دنیا آنها را جمع کردین و زکاتی از آنها را ندادین، الان جزای و سزای اعمال خود را شما در روز آخرت در جهنم بچشید. این دلالت اولی از حدیث امام علی رضی الله عنه بود که دلالت میکرد به اینکه زکات و نقره، زکات طلا و نقره از جمله اموال است که زکاتی از آنها باید داده شود. و دلالت دومی این حدیث این است که نصاب زکات طلا و نقره را برای ما تعیین میکند که نصاب زکات طلا 200 درهم است و نصاب زکات دینار 20 دینار است، یا از طلا 20 دینار است. وقتی که کسی که 200 درهم داشته باشد یا 20 مثقال طلا داشته باشد زکات بر بالای از اونها واجب میگردد. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود رحمت الله علیه روایت کرد و همچنین امام ترمذی و امام احمد روایت کردن از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، او هم دلالت کننده بر این امر است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند قد عفوت لكم عن صدقه الخیل والرقیق فهاتوا صدقه الرقه. من از شما از صدقه و از زکات اسب و غلام ها را عفو کردم که در اسب هایی که شما او را سوار میشوین و غلام هایی که شما اونها را استخدام میکنین برای خدمت خود، از او شما را عفو کردم، در اونها زکات نیست. لیکن فهاتوا صدقه الرقه، شما صدقه و زکات نقره خود را بدهید. نقره و اموالی که برای بیع و شراء شما جمع میکنید صدقه از او را بدهید. عن کل 40 درهما، از هر 40 درهمی باید 1 درهم بدهید. وقتی که نصاب به 200 درهم رسید از هر 40 درهمی 1 درهم باید داده شود، یعنی مجموع اموال شما باید در 40 ضرب زده شود، نتیجه از او هر قدری که میبراید شما باید زکاتی از او را بدهید. ولیس فی 90 و 100 شیء، در 190 درهم هیچ چیزی نیست.
یعنی 190 درهم، 180 درهم، 150 درهم تا 199 درهم هیچ چیزی نیست. وقتی که نصاب به 200 درهم رسید، بعد از او بر بالای شما زکاتی از او واجب میگردد. فاذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وقتی که مالی که پیش شما هست به 200 درهم رسید، زکاتی از او 5 درهم می شود که از هر 40 درهم 1 درهم است. باید زکاتی از او را شما بدهید. و همچنین امام مسلم و امام احمد رحمت الله علیهما از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس فیما دون 5 اواق صدقه، لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقه. کمتر از 5 اوقیه نقره صدقه زکات بر بالای از اونها واجب نیست. کسی که کمتر از 5 اوقیه داشته باشد، و اوقیه را علما گفتند که یک اوقیه به مقدار 40 درهم است و 5 اوقیه 5 که ما ضرب 40 بزنیم 200 درهم میشد. کسی که از 200 درهم کم داشته باشد بر بالای از او زکات واجب نیست. ولیس فیما دون 5 ذود من الابل صدقه. و همچنین کسی که از 5 شتر کم داشته باشد بر بالای از او صدقه یا زکات بر از او واجب نیست. ولیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقه. و کسی که تاجر خرما هست از 5 وسق خرما کم داشته باشد بر بالای از او هم صدقه و زکات واجب نیست. و وسق یکی از معیارهایی است که توسطی از او وزن کرده می شود خرما، و یک وسق علما گفتند که به مقدار 60 ساع است و یک ساع به مقدار 2.5 کیلوست، یعنی 2.5 کیلو. پس وقتی که بر بالای کسی که دارای 5 وسق خرما بوده باشد، 5 ما وقتی که ضرب 60 میکنیم مساوی میشه به 300 ساع. یعنی کسی که 300 ساع خرما داشته باشد و یک ساع گفتیم که 2.5 کیلوست، تقریبا وقتی که ما 300 ساع را ضرب 2.5 کیلو میکنیم تقریبا 750 کیلوگرم میشود. وقتی کسی که 750 کیلو خرما داشته باشد، این نصاب خرما هست، بر بالای از زکات واجب میشود. کسی که از 750 کیلو خرما کمتر داشته باشد بر بالای از زکات واجب نیست. این دلالت دومی از دلالت های حدیث امام علی رضی الله عنه بود. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دلالت سومی یا حکم سومی از احکام این حدیث را خدمت شما بیان میکنم. با ما باشید. عمر خود را غنیمت شمارید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که مردی را نصیحت می کردند خطاب به وی فرمودند: 5 چیز را پیش از رسیدن به 5 چیز غنیمت بشمار: جوانیت را قبل از پیری، و تندرستیت را قبل از بیماری، و توانگری را قبل از تهیدستی، و فراغت را قبل از گرفتاری، و زندگیت را قبل از مرگ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمودند: من بدم می آید از انسانی که او را بیکار می بینم، نه به کار دنیا مشغول است و نه به کار آخرت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان هستم. قبل از میانه برنامه خدمت شما حدیث امام علی رضی الله عنه که او را امام ابو داود رحمت الله علیه روایت کرده بود خواندم و گفتم که این حدیث به چند چیز دلالت دارد. حکم اولی از احکامی که از این حدیث استنباط میشد این بود که طلا و نقره از جمله اموال است که زکات بر آنها واجب است. و حکم دومش این بود که نصاب زکات طلا و نقره که نصاب زکات نقره 200 درهم است و نصاب زکات طلا 20
دینار هست. وقتی که کسی که طلا و نقره داشته باشد به این نصاب برسد زکات بر بالای آن واجب میگردد. و حکم سومی از احکامی که از این حدیث استنباط می شود و این است که شرط دادن زکات طلا و نقره این است که باید 1 سال بر بالای آنها بگذرد. وقتی که کسی که مالک 200 دینار می شود یا 20 درهم می شود، تا که 1 سال بر بالای این نصاب بر بالای این مال از او نگذرد زکات بر بالای از او واجب نمی شود. و همچنین احادیث دیگری هم بر این امر دلالت دارد که مال زکات وقتی زکات بر بالای از او واجب می شود که باید 1 سال بر بالای آن بگذرد. از جمله حدیث است که امام ترمذی رحمت الله علیه از حضرت ابن عمر عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من استفاد مالا فلا زکات علیه حتی یحول علیه الحول. کسی که از مال استفاده کند او را در تجارت بیاندازد و از او نفع بگیرد زکات بر بالای از او واجب نمی شود تا که 1 سال بر آن بگذرد. و همچنین امام دارقطنی رحمت الله علیه از ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا زکات فی مال امرئ حتی یحول علیه الحول. زکات بر مال هیچ شخصی واجب نمیگردد تا که 1 سالی بر بالای مال از او بگذرد. و همچنین امام دارقطنی از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس فی المال زکات حتی یحول علیه الحول. بر هیچ مال زکات واجب نمیگردد تا که 1 سالی بر آن مال بگذرد. پس این احادیث هم دلالت به این میکند که شرط دادن زکات این است که 1 سال بر بالای آن مال بگذرد. شرط وجوبش البته وقتی که 1 سال گذشت بس بر بالای از او زکات واجب میگردد. وقتی که زکات بر بالای از او واجب گردید باید این شخص بدون مماطله بدون تأخیر زکات مال خود را بدهد، چون این زکات که بر بالای مالی از او واجب گردیده این دادنش واجب هست و تأخیر کردنش محرم و ناجایز است. وقتی که این تأخیر میگردد این مال حرام می شود. وقتی که این مال حرام شد با مال حلالی از او که یک جای شد این نتیجهش این می شود که این مال حلالی از او از برکتی از او محو می شود و این مال خدا ناخواسته منجر به تلف و به نابودی و منجر به این می شود که مصیبتی در مالش می رسد که مالش تلف می شود یا برکت از مالش محو می گردد. و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده. از جمله حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه او را در تاریخ کبیر و همچنین امام شافعی رحمت الله علیه در مسند خود از حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما خالطت الصدقه مالا قط الا اهلكته. مال زکات با هیچ مال مخلوط نمیگردد مگر اینکه اون مال را هلاک میکند و از بین میبرد، که در نتیجه خلط شدن و گت شدن مال زکات که او را داده نشده با مال اصلی انسان این نتیجهش این میشود که مصیبتی در مال از او میرسد، خدا ناخواسته مالش در میگیرد، در تجارتش نقص میکند، برکت از او محو میشود و او مالش از بین میرود. و همچنین امام حمیدی رحمت الله علیه در مسند خود روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: یکون قد وجب علیک فی مالک صدقه فلا تخرجها فیهلک الحرام الحلال. وقتی که در مال تو زکات واجب می شود این مال زکات را تو بیرون نمیکنی از مال خود. وقتی که بیرون نکدی این مال زکات که واجب هست در مال تو ماند، این مال حرام در مال تو گت شد. وقتی که مال حرام در مال تو گت شد فیهلک الحرام الحلال، این مال حرام مال حلال تو را هلاک میکند، از بین میبرد. لذا واجب و ضروری است که وقتی که 1 سال بر مال انسان تیر می شود دیگر نگذارد که این مال زکاتی که در مال از او گت شود، چون وقتی که مال زکات در مال اساسی از او گت شد این حرام می شود و این مال حرام، گت شدن مال حرام با مال حلال نتیجهش این است که برکتی از او مال از او را از بین می برد و مال از او را منجر به هلاکت و نابودی می کند. و جمهور علما رأیشان است که تعجیل زکات جواز دارد. وقتی که 1 سال بر بالای از او، اگرچه هم قبل از گذشتن 1 سال اگر کسی بخواهد زکات مال خود را بپردازد اشکالی ندارد. مثلا کسی نصاب زکات را مالک نصاب زکات شد در ماه مثلا محرم سال هجری
و قبل از رسیدن محرم خواست که در ماه رمضان زکات مال خود را بدهد. جمهور علما رأیشان است که اشکالی نداره وقتی که قبل از وقت میدهد، قبل از گذشتن یک سال میدهد اشکالی ندارد. این احادیث دلالت کننده بر این است که بعد از گذشتن یک سال بر بالای از او واجب میگردد، اما جواز دارد که قبل از گذشتن یک سال هم زکات مال خود را بدهد، همچنان که امام ترمذی و امام حاکم از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با عموی خویش عباس رضی الله عنه فرمودند که حضرت عباس از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که آیا ما میتونم که زکات مال خود را قبل از گذشتن یک سال، قبل از حولان حول بدهم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای از او اجازه دادن و گفتن که اجازه است که قبل از گذشتن یک سال تو زکات مال خود را بدهی. این بود نصاب زکات طلا و نقره که اساس نقود و پیسه است که انسان ها الان به او تعامل میکنن. پس ما چون این اساس از طلا و نقره اساس است، زکات پیسه های خود را که چه ریال باشد، چه دلار باشد، چه افغانی باشد مثلا یا تومان باشد، به چه رقم باید بدهیم؟ ما این را از اساسی از اون باید بگیریم، یعنی باید پیسه خود را با طلا مقایسه کنیم یا با نقره مقایسه کنیم که به نصاب زکات میرسد یا نمیرسد. مثلا 20 مسقال طلا علما گفتن که در این وقت معادل میشود با 85 گرم، با اساس تعامل فعلی که با گرم است با 85 گرم معادله کردن اون را، گفتن که 20 مسقال معادل میشود با 85 گرم. و همچنین 200 درهم گفتن که معادل میشود با 595 گرم نقره. وقتی که مثلا کسی که دارای 85 گرم طلا بوده باشد یا 595 گرم نقره بوده باشد، زکات بر بالای از او واجب می شود. الان ما طلا را مقایسه میکنیم، مثلا یک طلا بالفرض یک گرم طلا 30 دلار بوده باشد، وقتی که ما را 30 را ضرب 85 گرم میکنیم نتیجهش می شود 2550 دلار. پس به اساسی وقتی که ما طلا را معیار قرار میدهیم، کسی که دارای 2550 دلار مثلا بوده باشد زکات بر بالای از او واجب است. یا اگر مثلا ما نقره را معیار قرار بدهیم، بگیم که مثلا 595 کسی که 595 گرم نقره داشته باشد زکات بر بالای از او واجب است، چون صاحب نصاب هست. و مثلا اگر یک نقره 2 دلار بوده باشد، وقتی که ما 595 ضرب 2 میزنیم می شود 1190. پس کسی که 1190 دلار مثلا داشته باشد به اساس نقره او صاحب نصاب است و زکات بر بالای از او واجب است. این فرضاً یعنی من باب الافتراض است و میشه که طلا بالا برود یا نقره بالا برود یا پایان بیاید. هر قدری که قیمت طلا بود یا نقره بود، به اساس قیمتی از او ما پیسه خود را 85 گرم ضرب میزنیم یا 595 گرم نقره را ضرب میزنیم، هر چی نتیجه از او برآمد امو نصاب پیسه فعلی است، چه دلار باشد، چه درهم باشد، چه ریال باشد، چه افغانی باشد و چه تومان بوده باشد. و علما قولشان این است که وقتی که ما زکات اموال نقدی خود را، پیسه خود را میدهیم، باید به اساس کمترین از او بدهیم. مثلا اگر قیمت طلا از نقره که پایان بوده باشد، باید به طلا را معیار برای خود قرار بدهیم. اما اگر قیمت طلا بالا باشد، قیمت نقره پایان باشد، باید نقره را معیار قرار بدهیم و هر چی که قیمت نقره می آید به اساس از او ما زکات اموال نقدی خود را بدهیم و هر قدر مالی که داشته باشیم او را بر 40 ضرب میذاریم، نتیجهش زکات ماست، مال زکات ماست. مثلا کسی 10,000 دلار دارد، وقتی که ما 10,000 دلار را به ضرب 40 میکنیم نتیجه می شود 250. پس کسی که 10,000 دلار دارد باید 250 دلار
زکات بدهد. یا مثلا کسی که 20,000 دلار دارد، 20 وقتی که ما ضرب 40 میکنیم نتیجه میشد 500 و از 20,500 دلار زکات دادنش واجب است. هر قدر مالی که ما داشته باشیم وقتی که به نصاب میرسد، به نصاب مثلا فعلا نقره ارزانتر است طلا کده، به نصابی که مثلا به نصابی که نقره میبرد به اون نصاب میرسد طلا زکات بر بالای واجب میشود و هر قدر مالی که داشته باشد او را ضرب 40 میکند، هر چی نتیجهش برآمد او مال زکاتی از و از او زکات میدهد. و همچنین قول علما این است که در زکات دادن زکات طلا و نقره چیزی که خلط می شود در طلا و نقره او اعتبار ندارد، بلکه طلا و نقره خالص اعتبار دارد. مثلا طلا و نقره خالص به حساب شرعی 24 قیرات است و وقتی که طلا مثلا 18 بوده باشد از او 6 کم میکند و وقتی که 21 بوده باشد از او 3 کم میکند، بلکه باید از مو طلا و نقره خالص که 24 قیرات هست از او باید زکات داده شود. و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد، ادامه این مطالب زکات را در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت های آینده خدمت شما بیان خواهم کرد. تا به وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.